وقتی میخوای فکر کنی که واقعا کی هستی، اولین چیزی که به ذهنت میرسه احتمالاً اسمت باشه. ولی واقعیت اینه که فقط اسم نیستی. خیلی بیشتر از یه اسم یا یه برچسب ساده ای. حالا من ازت سوال میکنم، واقعا کی هستی تو؟ اکثر جوابایی که آدما میدن نمیتونه همه واقعیت وجودشونو نشون بده. قبل از شروع ویدیو لازم به ذکره که بگم اگه از این نوع سبک از ویدیوها خوشتون میاد و علاقه‌مندید به این موضوعات، حتما دکمه سابسکرایب رو زده و در کانال ما عضو بشید تا از محتواهای دیگر ما هم برخوردار بشید و همچنین لایک و کامنت نیز یادتون نره که باعث دلگرمی ماست. سلام و درود به نوادگان عشق و آگاهی. جالبه بدونی اگه ساکت باشی و هیچی نگی، انگار داری به جواب درست نزدیک میشی. ببین، ما معمولا خودمونو با چیزایی مثل فکرامون، باورامون یا سختیایی که کشیدیم تعریف میکنیم. مثلا اگه ازت بپرسم درباره خودت بگو، احتمالا میگی چند سالته، اهل کجایی یا چه کاری انجام میدی. ولی حقیقت اینه که تو فقط این چیزا نیستی. تو فقط یه شغل یا یه تجربه سخت توی زندگی نیستی. اینا همه ممکنه تغییر کنن، ولی یه چیزی توی وجودت هست که هیچ وقت عوض نمیشه. اون بخش همون خود واقعیته. بذار یه مثال ساده بزنم برات تا بهتر متوجه بشی. فرض کن یه لحظه احساس استرس و اضطراب داری. اضطراب معمولا یعنی نگرانی از آینده. ذهنت کلی داستان میسازه که گیرت میندازه و نمیذاره خودت باشی. حالا یه سوال مهم، کیه که داره این اضطراب رو متوجه میشه؟ خودتی. تو اون کسی هستی که داره میبینه اضطراب داره میاد سراغت. یعنی تو خود اضطراب نیستی، تو کسی هستی که داره بهش نگاه میکنه. تو زندگی هممون درد و رنج و سختی تجربه میکنیم. حالا ممکنه نگرانی برای آینده باشه، فکرهای زیاد یا استرسای روزمره باشه. ولی یه نکته خیلی عمیق هست که میتونه نگاهت به این قضیه رو عوض کنه. اون کسی که داره دردت رو میبینه با اون کسی که داره درد رو تجربه میکنه اصلا یکی نیست. یعنی چی؟ یعنی تو انگار 2 تا بخش داری. یه بخش که داره سختی میکشه، یه بخش دیگه که فقط داره نگاه میکنه و متوجهه. این آگاهی میتونه کمکت کنه یه قدم بیای عقب و از بالا به قضیه نگاه کنی بدون اینکه غرقش بشی. مثال سادهش رو براتون بگم. وقتی میفهمی داری زیاد فکر میکنی، یه لحظه از خودت بپرس کیه که فهمیده دارم زیاد فکر میکنم؟ همین سوال ساده باعث میشه از توی اون افکار بیرون بیای و به جای غرق شدن توش ناظر اون افکار بشی. یعنی بفهمی تو محدود به درد و سختیات نیستی، خیلی فراتر از اون هستی. وقتی اینو بفهمی انگار یه نیروی پنهون درونت رو کشف کردی. میفهمی که میتونی واقعیت زندگی تو خودت شکل بدی. حتی توی سختی ها میتونی حس عشق، آرامش، شادی و اعتماد به نفس رو دوباره زنده کنی. تا خیلی نزدیک شدی به وصل شدن به خود واقعیت. یه لحظه وایسا و متوجه شو که الان خودت داری خودت رو میبینی و حس میکنی. یه جور آگاهی توی پس زمینه ذهنت همیشه هست. حتی وقتی فکر میاد و میره، باز تو اون کسی هستی که داره متوجه این
رفت و آمده. یعنی چی؟ یعنی تو فقط یه آدم نیستی که داره یه چیزی رو میفهمه. تو خود اون آگاهی هستی که همه چیزو درک میکنه. این درک میتونه تو رو به یه واقعیت و خود درونیت خیلی نزدیک ترت کنه. یه حس عمیق از اینکه واقعاً کی هستی. تو بیشتر از یه آدم عادی، خیلی فراتر از اینا هستی. حالا دوباره برگرد به موزیکی که داره پخش میشه، ولی نه اینکه بشینی تحلیلش کنی، نه، فقط کامل توی حسش غرق شو، کامل گوش بده. وقتی آگاه شدی که داری موزیکی رو میشنوی، حالا یه قدم جلوتر برو، بشنو، آگاه شو. این تمرین کمک میکنه یه ارتباط عمیق‌تر با خودت پیدا کنی و لحظه ی حال رو با وضوح و آرامش بیشتری تجربه کنی. حواست رو از اتفاقای خاص ببر کنار و بیارش روی خود آگاهی. یادت باشه این چیزها رو فقط با فکر کردن نمیتونی کامل درکش کنی. پس بی خیال تحلیل، حساب کتاب با خودت باش و فکرت باش، چون تو چیزی فراتر از افکارت هستی. اصل قضیه اینه که اول نسبت به یه چیزی آگاه بشی، بعد کم کم تمرکزتو ببر روی خود حس آگاه بودنه. یکم وقت بذار، آروم آروم حواستو ببر سمت این حالت آگاهی. این تمرین میتونه کمکت کنه به یه بخش عمیق‌تر و واقعی‌تر از وجودت وصل بشی. وقتی داری سختی میکشی، یه ابزار قوی اینه که از خودت بپرسی کیه که داره منو میبینه؟ این اتفاق داره میفته؟ ولی دنبال جواب توی فکرات نگرد، فقط خودتو کاملا تو اون حالت آگاهی غرق کن. همون آگاهی، همون خود واقعیته که هستی. این یعنی ذات اصلی تو. مهمه که بفهمی تو با داستان زندگیت، گذشتت یا اشتباهاتت تعریف نمیشی. ته ته وجودت تو خود آگاهی، همون چیزی که هیچ کدوم از اتفاقات بیرونی نمیتونن روش اثر بذارن، چون تو اون کسی هستی که داره به همه اینا نگاه میکنه. و یه نقطه خیلی مهم، این تمرین یعنی تمرین آگاهی باعث نمیشه از دنیا یا خودت جدا بشی، برعکسش باعث میشه برگردی به حالت طبیعیت، یه حس ناب عشق، آرامش و اینکه بدونی تو ناظری بر همه تجربه ها. یعنی انگار تو از بالا داری خودتو نگاه میکنی. وقتی تو این حالت باشی راحت تر میتونی با بالا پایین های زندگی کنار بیای، با آرامش و قدرت بیشتر. حتی یه لحظه آگاه شدن از افکارت و احساساتت میتونه تأثیر عمیقی روی حال دلت بذاره. وقتی این کار رو انجام میدی تازه میفهمی که درد و سختی ها تویی رو تعریف نمی کنن. این آگاهی هر روز که بیشتر بشه باعث میشه راحت تر بتونی از گیر خودت در بیای و رها بشی. مهمه که بفهمی تو خیلی بیشتر از یه آدم معمولی هستی. تو خود زندگی هستی. همین لحظه، همین حالا یه نیروی عجیب و قوی توی وجودته که شاید نشه با کلمه ها توصیفش کرد، ولی وقتی بهش وصل میشی میتونه زندگی تو از ریشه عوض کنه. تو میتونی تغییر کنی، چون باورهایی که الان داری تعریف کننده وجودت نیستن. میتونی عوضشون کنی. داستان زندگیت از قبل نوشته نشده، تو میتونی دوباره بنویسیش. اون احساساتی مثل غم یا اضطراب که بعضی وقتا سراغت میان، اونا هم تو نیستن، فقط یه سری احساسات هستن. تو میتونی آگاهی بهشون و یاد بگیری چطور واکنشتو نسبت بهشون تغییر بدی. وقتی واقعا خودتو بشناسی قوی تر میشی تو روبرو شدن با چالش های زندگیت. میفهمی که کنترل زندگی دست خودته و این یه حقیقت مهم که قدرت میده بهت. قدرت این که زندگی تو بسازی، قدرت این که دوباره عشق، آرامش، شادی و راحتی رو توی دلت
زنده کنی. پس هر وقت اوضاع سخت شد یه لحظه وایسا، به ذهنت نگاه کن، به احساست نگاه کن، به آگاه بودنت نگاه کن. همین کار ساده یعنی آگاه شدن از خودت میتونه زندگی تو کلی عوض کنه. مرسی که تا آخر با من همراه بودید. اگه از این چیزی که گفتم خوشت اومد و به همچین موضوعاتی علاقه‌مند هستید که ریشه معنویت رو در خودتون فعال بکنید، حتما کانال ما عضو بشید. لطفاً با کسایی که دوستشون داری این مطالب رو به اشتراک بذار. تجربه هاتو هم با همون در میان بذار، شاید به بقیه هم بتونه کمک بکنه. تا ویدیوهای بعدی، خدایا رو نگهدار شما.